دپارتمنت تندرستی ولایت تیومن روسیه در یک گزارش مفصل از طبیب جوان زاده تاجیکستان جسور صادروف برای طبابت یک زن سالخورده ساکن این ولایت ستایش کرده است. زن 63 ساله در حالت وزنی به بیمارستان ولایتی رقم 23 در شهر یلتوروفسک بستری شده است. جراح اورولوگ جوان جسور صادروف برای طبابت این زن شیوه نوی طبابت را که قبلا در این بیمارستان استفاده نمیشد، یعنی کاتتریزاسیون راه پیشاب را استفاده برده با کمک سیستاسکوپ راه بالای پیشاب زن مریض را تازه کرده است. زن مریض الکی بعد چند روز به پای خود راست شده از بیمارستان رخصت شده است. جسور صادروف تازه ماه ینور سال 2021 همراه اویلش از اکاترینبورگ به شهر یلتوروفسک ولایت تیومن کوچیده و در بیمارستان ولایتی رقم 23 به کار پرداخت. او میگوید کار و زندگی در شهرهای خرد را بیشتر دوست می‌دارد، چون که مردم شهرک‌ها و دهات نسبت به شهرهای بزرگ صمیمی‌تر و بیشتر قدر شناسند. جسور صادروف هر هفته تا 20 بیمار را قبول می‌کند، ولی برخی روزها باید به تا 2-3 حالت وزنین رسیدگی کند. در سالهای آخر هزاران نفر از متخصصان ورزیده از تاجیکستان به روسیه کوچیدند. مقامات روسیه برای جلب متخصصان حرفه‌ای امتیازهای زیاد پیشنهاد می‌کند و این نفران در کسب‌های خود پرتجربه از جمله طبیبان را تشویق به کوچیدن به آن کشور می‌کنند. کارشناسان بر اینند که چنین موج از کشور رفتن متخصصان ورزیده به خصوص طبیبان برای تاجیکستان عاقبت‌های خوبی ندارد، چون که کشور در آینده می‌تواند به کمبودی شدید متخصصان حرفه‌ای دچار شود. جای آنها را متاسفانه آنهایی پر می‌کنند که تجربه زیاد ندارند و از لحاظ سطح دانش و آمادگی کسبی از کادرهای رفته خیلی عقب میمانند.